عنوان مرجانشون اینجا میگه این مرجان خیلی متداوله هم در روسیه و هم در لهستان عنوان یکی از بچه در فرانسه و ایتالیا از منطقه‌های مختلف عروسک می‌بینید. این عروسک‌هایی هستن که پوشش مردم یا لباس مردم حدود 200 و خورده سال پیش رو نشون میده، نزدیک 300 سال. بچه‌ها سربازای انگلیسی رو ببینید، سربازای گارد سلطنتی انگلستان رو میتونید ببینید اینجا. عروسک‌ها ببینید از هلند کفش‌های چوبی دارن و عروسک‌هایی از کشور آلمان هستن بچه‌ها که این عروسک‌ها عروسک فندق شکن هستن. شاید کارتون فندق شکن رو دیده باشین. اینجا دیدین یا نه؟ و عروسکی که متحرکه، تکون میخوره. بله ببینید. بله. کسی فندق داره؟ بله کسی فندق داشته باشه میتونیم توش بذاریم. این عروسک فندق شکن هست. عروسکی است که عروسک نیست. نه عروسک چوبی کوچولی هستن. زندگی حضرت عیسی مسیح رو نشون میده. این پایین و اون فرشته هایی که خبر تولد عیسی مسیح رو میدن. سلام. احوال شما؟ سلام. خوب هستی شما؟ سلام. یه عروسک اینجا هست به نام عروسک شادی. با چی درست شده بچه‌ها؟ با گردو، بادام زمینی، انجیر، آلو. زیر این یه پیامی برای ما داره نوشته شده که شاد بودن کار سختی نیست، کافیه که یه لحظه به من نگاه کنید و به هر حال اینها خبر شادی رو به حال آدم‌ها میده. خب ماتریوشکاها رو ببخشید فندق شکن‌ها رو می‌بینید که این فندق شکن‌ها کوچیک بزرگ هستن، ولی یه فندق شکن، این فندق شکن تصویر فندق شکن روی ماتریوشکاهای روسی که عروسکایی که تو دل هم دیگه میرن احتمالاً دیدی اونجا نقاشی شدن. این هم یک نمونه‌ای در سوئد. اینها در حقیقت موجوداتی هستن که موجود زیرزمینی هستن که کارتون‌ها احتمالاً دیدین ازشون. این کتاب یک کتاب هست که در این کتاب به نام موجودات نیست در جهان آقای رابرت اینگپن این کتاب رو تصویرسازی کردن. یک فصلی از این کتاب در حقیقت موجوداتی هستن که مثل الف‌ها و اینها که در حقیقت توی جنگل‌ها زیر زمین زندگی میکنن. در حقیقت این بازتاب ماتریوشکا رو می‌بینید که به شکل‌های مختلف اینجا چیده شدن، از بزرگ به کوچیک، کوچیک به بزرگ. و عروسکی رو می‌بینید که با استخودوس پر شده، با گیاهی که معطره. این عروسکه که کنار تخت نوزادا می‌ذاشتن و این رو در حقیقت باعث آرامش اون بچه میتونه شده. این عروسک هم عروسک ثروت، عروسکی که زیرش سکه می‌ذارن به نشانه اینکه همیشه پول داشته باشن توی خونه‌هاشون. و به هر حال وقتی به اون عروسک نگاه میکنن به فکر این باشن که به هر حال بتونن کاری بکنن که پولی داشته باشن. هر جا که دیدید که این عروسک‌هایی وجود دارن که یه تاج‌های این شکلی دارن بدونید که یک شاهزاده روسی است. این شاهزاده روسی رو این چیزی که روی سرش هست اسمش هست کوکوشنیک، به معنای خورشید هست که دقیقاً حالا نماد خورشید هست که روی سرشون معمولا میذارن که چندین عروسک رو می‌بینید به این صورت هستن. این یه نقاشی هست از آقای نیکو پیر عثمانی که هنرمند گرجی بوده و اینجا هم یک مرد ماهیگیری که اونجا دارید می‌بینید همون تصویر اصل که خود آقای نیکو پیر عثمانی نقاشی کرده رو عروسک نمدیش رو اینجا می‌بینید. اینم یک کاشی هست از چیلی که پارچه بافی رو نشون میده، کشاورزی رو نشون میده، دامداری رو نشون میده و شیوه زندگی مردمان اون منطقه. خب بریم سراغ بعضی از عروسک‌های دیگه. باز با پشم و نمد درست شده این عروسک‌ها. عروسک‌هایی هستن اسمشون هست کینتوری، لباس سیاه پوشیدن، دستمالای قرمز دارن. این کینتوری‌ها که اینجا میتونید ببینید فروشنده بودن، فروشنده‌های دوره‌گرد بودن. این فروشنده‌ها خیلی وسایلشون رو میخواستن بفروشن، میزدن میرقصیدن و امروزه یکی از رقص‌های زیبای گرجی رقص کینتوری هست. بریم سراغ بله گرجی ها به عروسک میگن توجینا. این یک عروسکی که به شکل صلیب درست میشه، یعنی یه توجینه قومی هست، عروسک‌هایی که به هر حال مردم ساخته و نمونه به هر حال
قومی است که برای بچه‌هاشون مادرها درست می‌کردن. به صورت معمولا زبدر می‌ذاشتن، اینها هم به نشانه خورشید بوده، هم نشانه صلیب بوده. و به این صورت تزیین می‌کردند عروسک‌هاشون، چهره عروسک‌هاشون. البته در چه گرجستان چه در عروسک ایشونه شما می‌بینید که از همین فرم صلیبی استفاده، مثلا شما الان این عروسک در کشور اوکراین هست، عروسک اوکراین هست که به اسم موتانکا هست. این موتانکاها رو سردر خونه‌ها می‌ذاشتن و معتقد بودن که چیزای بد رو وارد خونه‌ها نمیشه و نه اینا مال بلاروس هستن که از کنف داشتن. این فقط عروسک اوکراینی، ما فقط هم یک دونه عروسک هست. الان دیگه باید از هم جداش می‌کنید دعوا نکنید. از روسیه باید به این فاصله درسته. ولی به هر حال من فکر می‌کنم که خود این عروسک‌ها یه مقداری مسئله رو حل کنن، شاید واقعا اینا بتونن نجات دهنده باشن. خب بریم سراغ چون به هر حال مثلا شما الان عروسک‌های روسیه رو ما داریم. خب این پیام بسیار فوق‌العاده داره. خواهی داستانی از عروسک روسی بعد تعریف کنم. یک داستان ماتریوشکاها، داستان یک دختر بچه کوچکی هست به اسم اوکسانا که کوچکترین ماتریوشکاست. این خیلی دوست داره بره بالای کوه و مادر پدرش میگه تو نمیتونی چون خیلی کوچولو هستی، از کوه شاید مثلا خطر برات داشته باشه. روزی که جشنشون هست مادر بزرگ روسری برای اوکسانا درست میکنه، سرش میکنه و روسری رو باد میبره بالای کوه و میره برای اینکه همینطور میره بالا و بالاتر برای اینکه این روسری رو بخواد بگیره. مادر نگاه میکنه میبینه اوکسانا رفته بالای کوه و من نجاتش، خواهر بزرگتر، مادر بزرگ، همه اینها میرن برای اینکه اوکسانا نجات بدن. به هر حال اینها نشون دهنده این هستن که ما باید توی به عنوان اعضای خانواده به هم کمک کنیم. اگه مشکلی برای هر کدوم از ما پیش اومد توی خانواده باید کمک بکنیم به هم دیگه. و به هر حال این پیام‌های عروسک‌ها همیشه پیام‌های صلح‌آمیزی است. خدا ماتریوشکا واسه چی اینجوری توی هم تو همه، یعنی یه قصه به خصوصی داره این ماجرا؟ ببینید قصه به خصوصی تو دل هم رفتن نه، بعدها ازشون استفاده‌های مختلف میشه. مثلا روانشناسان، روانکاوها میان میگن کودکی در اون چیزی قصه میسازن براش. ولی اگه که منشأ این طراح اولیه این عروسک رو بر اساس یک عروسک 7 خدای ژاپنی این ماتریوشکا طراحی شده بوده. شما میدونید که به هر حال ژاپنی ها خب عروسک‌های پوکشی رو دارن، عروسک‌های چوبی هستن که اونجا هم نمونه‌هاشون. این یک نمونه خیلی خیلی قدیمی از این عروسک 7 خدا ایده میده به طراح ماتریوشکا که این عروسک رو تو دل هم دیگه، ولی استفاده های مختلفی بعدها ازش میشه. مثلا در حوزه آموزش بحث تناظر 1 به 1، مثلا شمارش، ردیف کردن، چی برای بچه‌ها استفاده های آموزشی شده، استفاده در حوزه روانشناسی. خب بریم سراغ عروسکی از ارمنستان. عروسک‌های ارمنی رو می‌بینیم که با گلیم درست شدن، با تکه‌های گلیم یا تکه‌های فرش درست شدن. این عروسک که در واقع یه جور شبه عروسک محسوب میشه رو درست میکنن، توش نمک میریختن و نشانه این بوده که اگه بچه دار نشدن بچه دار بشن و این عروسک در این کار کرده. عروسک‌ها خیلی مواقع به عنوان عروسک‌های آیینی، به عنوان آیین‌های مختلف ازشون استفاده شده. این هم این خاصیت رو داشته. خانمی رو می‌بینید از منطقه خریدن اصفهان که در حقیقت ارامنه اون منطقه هست و شما اینجا قاشق چوبی دارید می‌بینید که عروسک نوری هست و زیرش گندم بچه‌ها می‌بینید، زیرش گندم هست و این رو برای طلب باران استفاده می‌کردن، دعا می‌کردن وقتی بارون نمی‌باریده این عروسک رو درست می‌کردن و از خداوند می‌خواستن که بارون ببار تا گندمامون سبز بشه. خب نقش انار روی دست خانم ارمنی می‌بینید و بریم بخش دیگر. از داروما شروع بکنیم. عروسکی که بله سریع‌تر نه سریع نگید باشه.
بچه دوستان خب خیلی چیز میکنم میگن چون من خیلی توضیح میدم میگن خب اینو یه ذره کوچیک‌تر بگو. خب من میدونم خب بریم سراغ ژاپن. این عروسک داروماست، اما عروسک که میگن که یه آرزو کن یه چشمش رو نقاشی کن. وقتی که به آرزوت رسیدی میتونی چشم دوم رو نقاشی کنی. پس این عروسک همیشه باید جلو چشت باشه، باید بتونی بهش فکر کنی، به آرزوت باید فکر بکنی و اگه که به آرزوت فکر بکنی به آرزوت میرسی. و اینکه حتما باید مثلا بذاری رو کمدت هر روز بهش نگاه کنی، متمرکز بشی روی آرزو. عروسکی است که به نام عروسک استقامت در برابر مشکلات زندگی است. میگن مثل این عروسک ما باید وقتی میافتیم، چون این عروسک وقتی میندازیمش دوباره میاد بالا، و میگن که باید مثل این عروسک مقاوم باشیم. کوکشی ها رو میبینید، دختر پسرای ژاپنی که ازدواج میکنن این عروسک رو بهشون میدن که سالهای سال در کنار هم باشن، پای هم پیرشن. عروسک امپراتور جیما، اولین امپراتور ژاپن رو میبینید. سامورایی ها، گیشه های ژاپنی، عروسک های واشی که با کاغذ مخصوص واشی درست میشن، و عروسک های هینا ماتسوری، عروسک های هینا هستن برای جشن دختران، برای سلام حال شما، خوش آمدید، برای سلامتی دختران دعا میکنن، برای موفقیت دختران. در اسفند ماه این برنامه برگزار میشه. عروسک های تایلندی رو میبینید اونجا که جامعه کشاورزیشون رو میبینید. بالا رقصنده های تایلندی رو میبینید و سمت چپ هم نبرد راما و راوانا، دو شخصیت سوره رامایانه هست که حالا توی بخش هند باید بیشتر من توضیح بدم. بریم بخش هند رو ببینیم و بخش هند با عروسک‌های مختلفی که عروسک رقصنده رقص رو به عنوان یکی از آیتم‌های فرهنگی هند نشون میده و این تابلو هم میتونید ببینید. این دوتا چقدر دوره از چیزای تیپای هندی و اینا این دوتا؟ این دوتا؟ آره. اینها خود بازیچه‌های هند شما میدونید که بسیار بازیچه‌های چوبی دارن و به هر حال این هم همینطور. اتفاقا خیلی یعنی ست خیلی زیادی از این فرم ها دارن. بله من فقط همین دوتا رو گرفتم، ولی اینها طبل میزنن و در چیز بله و متحرک هستش دست‌هاشون و اصلا اساسا اسباب بازی های متحرک هندی یک شهر هست. شاید از خانم بیات پایین وقتی تشریف میبرید برای بخش اسباب بازی حتما اگه که علاقه‌مند هستید بپرسید، چون اصلا یک شهره که در این شهر همه اسباب بازی چوبی درست میکنن و اینها در حقیقت جزء اون مجموعه هست. خب با لباس‌های مختلف جاگانات ها رو می‌بینید از خدایان هندی. دو تا برادر و یک خواهر هستن که اعتقادشون بر این هست که اراده حاکم بر هستی و جهان زیر نظر این جاگانات هاست. بنا به اعتقاداتی که دارن در شهر پوری بزرگترین جاگانات در اونجا به هر حال وجود داره. خدایان هندی رو می‌بینید به شکل‌های مختلف. کریشنا، گانش که نماد موفقیت، ثروت، برکت، دانایی هست. شیوا همراه با پارواتی همسر سوار بر گاو مقدس. به شکل‌های مختلف ماتریشکاهای روسی شما عروسک‌های خدایان هندی رو می‌بینید. عروس هندی رو می‌بینید، عروسک ساز راجستان رو می‌بینید و مارگیرها هم که همیشه جزء به حال عروسک‌های هندی هستن. عروسکی رو می‌بینید از رقصنده هایی که ماسک هایی میزنن، رقصنده های شیطان معروف هستن از نپال که به هر حال نمونه است. عروسک های مهاراجه ها رو میبینید. کاوات یک سازه است که سازه قصه گویی است. باز نمونه سازه قصه گویی در چین رو که با عروسک های سایه در حقیقت طراحی شدن رو از چین میتونید ببینید که پشت این یک معمولا نوری پخش میکردن که به شخصیت ها رو بتونه توضیح بدن. از چین باز نمونه های مختلف عروسک میبینید. یوبی از افسانه سه برادر به سبک اپرای پکن دیزاین شده. عروسک های چوبی، عروسک هایی که با سفال هستن، با گنج هستن. شاهزاده های کره‌ای رو میتونید ببینید و عروس و داماد فیلیپینی رو. اینها دیگه لباس هاشون هست که به حال تنوع داره. از زولو، از قبیله زولو آفریقا، ماسایی های باز آفریقا میتونید ببینید. عروسک آکوابا که برای از کشور غنا که برای باردار شدن خانم ها ازش استفاده میکنن. عروسک های چرمی مراکشی رو هم میتونید ببینید. رامایانه، داستان راما، سیتا
هنومان و راوانا. راما و سیتا در جنگل دارن میرن و این موجود 10 سر راوانا حالا میاد و سیتا رو به خودش میبره. هنومان با لشکر میمونها به راما کمک میکنه برای اینکه سیتا رو نجات بدن. این روزی که به هر راوانا شکست میخوره از راما، در حقیقت همون جشن دیوالی هند هست. قرقیزستان عروسک‌هایی رو میبینید با پشم درست شدن. تمام استان‌ها آسیای مرکزی رو میبینید، قرقیزستان، ترکمنستان، گرجستان و مغولستان و همه اینها در این مجموعه. مولا نصرالدین رو پایین میتونید ببینید. عروسک تاجیکی رو میتونید ببینید که به هر حال متحرک هست، خیلی شبیه ساختار لیلی ایران هست که به حال بچه‌ها که بچه‌ای که به دنیا میاد مادر بزرگ یک دونه از این عروسک‌ها برای بچه درست می‌کنه. این مجموعه است از خانم مهدی نورصالحی و مجموعی است که ایشون در سال 1349 به حال این مجموعه رو در سفری که به ژاپن میرن و دوره آموزش عروسک سازی میبینن مجموعه رو درست میکنن و به موزه اهدا میکنن.